سلام، وقت بخیر. هارد ریست گوشی سامسونگ گلکسی A55 رو میخوام براتون انجام بدم. قبل از شروع حتما به این نکات توجه کنید که تو این حالت تمامی اطلاعات حافظه داخلی گوشی پاک میشه. اگر گوشیتون از قبل جیمیل داشته باشه، بعد از هارد ریست نیاز به یوزرنیم و پسورد جیمیلتون دارید. خب برای شروع باید گوشی رو خاموش کنیم. روش خاموش کردن گوشی هم به این صورت هستش که گوشی رو از طریق کابل شارژ به یه کامپیوتر یا به یه لپتاپ متصل کنید که اگر دسترسی به لپتاپ یا کامپیوتر نداشتید میتونید تحمل کنید تا شارژ گوشی به اتمام برسه و ادامه مراحل رو انجام بدید. دکمه پاور و ولوم پایین رو روی تصویر براتون مشخص کردم. همزمان این دو تا دکمه رو حدود 10 ثانیه نگه دارید تا گوشی صفحه گوشی سیاه بشه. زمانی که صفحه گوشی سیاه شد و یه ویبره کوچیک خورد، دستتون رو از روی دکمه ولوم پایین بردارید و روی دکمه ولوم بالا بذارید. زمانی که لوگو سامسونگ رو مشاهده کردید، دستتون رو از روی دکمه پاور بردارید و ولوم بالا رو نگه دارید تا گوشی وارد صفحه ریکاوری مود بشه. شاید انجام دادن این کار یه مقدار براتون سخت باشه. با چند بار تکرار این کار مطمئنا به نتیجه خواهید رسید. زمانی که وارد صفحه ریکاوری مود شد، شما با همچین صفحه‌ای مواجه میشید. گزینه وایپ دیتا فکتوری ریست رو انتخاب کنید. مرحله بعدی فکتوری دیتا ریست رو انتخاب کنید. جابجایی روی صفحه ریکاوری مود با دکمه ولوم ها هستش و انتخاب کردن با دکمه پاور. مرحله بعدی که مرحله آخر هستش ریبوت سیستم نا رو انتخاب کنید. هارد ریست به اتمام میرسه. بین 4 الی 5 دقیقه طول میکشه تا گوشی وارد منوی استارت بشه. ادامه مراحل رو طی کنید تا وارد منوی اصلی گوشی بشید. در ابتدا هم عرض کردم اگر گوشیتون جیمیل داشته باشه، نیاز به یوزرنیم و پسورد جیمیلتون دارید. هر جا سوالی براتون پیش اومد بفرمایید راهنماییتون کنم. آرزو موفقیت میکنم براتون.